دوستان سلام. سه جفت از کبوترهایی که تازه با هم جفت کردن از آقال اون طرفی آوردم آقال این طرفی. این آقالی که الان داخلش هم تخمه هم جوجه. یواش یواش این یک جفتشه، این مامی ماده و این ساردوم سیاه با هم جفت کردم که از اون طرف آوردم. یک جفتش هم این پولکی های داخل این تینه چی ببخشین سبزا، پولکی نه سبز. و یک جفت دیگه شم کجا رفتن؟ ها، این پولکی و این سرور این دوتا. این سه جفت فعلا آوردم این آقل تا ببینم چی میشه. بعد خوشخبری این که جوجای پولکی آلمانیایی که ما از تور به شرط زاد خریده بودیم جوجهاشون باز شده دوتا. اینم که پدرشونه اینجاست. دیگه همین دوستان، چیزی دیگه نیست. بدرود.